سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به بلک ریلیشنشیپ خوش اومدید. خانوما، آماده اید که یه راز باحال بهتون بگم؟ امروز قراره بهتون بگم چطور یه مرد رو انقدر دلتنگ خودتون کنید که نتونه ازتون دل بکنه. تو جامعه بهمون گفتن مردا انگار ماشینن، همیشه قوی، بی احساس و فقط دنبال حل مشکلات خانوما. ولی نه، این یک اشتباه خیلی بزرگه. مردا هم دلشون تنگ میشه، هم احساس دارن. فقط باید بلد باشی چطور این حس رو ازشون بکشی بیرون. تصور کن یه پسر بچه 3-4 ساله تو پارک میگه مامان من خودم میرم سرسره، تو وای نستا. یه بار، 2 بار، 3 بار سر میخوره، ذوق میکنه، فکر میکنه شده سوپرمن. ولی دفعه 4م یهو میترسه، گریه‌اش میگیره، بدو بدو میره بغل مامانش. حالا تو بزرگسالی چی؟ مردا همه همینن. با اینکه ادای سوپرمن در میارن، ته دلشون به یه زن قوی و باحال نیاز دارن که حالشون رو خوب کنه و دلشون رو بلرزونه. اما چطور دلتنگت میشن؟ رازش اینه سرعت رابطه تو خودت تنظیم کن. ما آدما کلا اگه چیزی زیادی تند بره زود خسته میشیم. مثلا فرض کن با یه آقا چند تا قرار باحال گذاشتی، دشخش خندیدین، همه چیز مثل یه فیلم عاشقانه است. یهو میگه فردا بازم ببینمت. حالا وقتشه که یکم ترمز کنی، قیدشو نزن، بگو وای خیلی خوش گذشت ولی این هفته سرم شلوغه، آخر هفته یه سورپرایز خفن برات دارم. اینجوری دلش برات تنگ میشه، ذوق داره که دوباره ببینتت. اگه هر روز همو ببینید، روزی 5 ساعت چت کنید، خب دیگه چی میمونه؟ ذوق رابطه میپره. ولی اگه یکم فاصله بدی، مثلا یه روز تو هفته ببینیش، یه ساعت باهاش گپ بزنی، اون موقع طرف با کلی اشتیاق گوشیو برمی‌داره، چون میدونه تو ارزشمندی و به دست آوردن یکم سخته. این دلتنگیه که رابطه رو جذاب میکنه. وقتی بدونه تو زندگیت پر از ماجراست، مثلا بگی امروز با دوستام یه جایی باحال بودم، فردا برات تعریف میکنم، هم دلتنگت میشه، هم همیشه منتظر سورپرایز بعدی توئه. یه حقیقت دیگه، تو رابطه خانوما مدیر اصلی هن. آقاها شاید گارد بگیرن و بگن نه ما رئیسیم، ولی ته دلشون میدونن که زنها رابطه رو میچرخونن. تو به عنوان یه خانم قوی باید با اقتدار سرعت رابطه رو تنظیم کنی. یه روز ببرش تو حال هوای خنده و شیطنت، یه داستان بامزه تعریف کن، بذار حس کنه کنار تو انگار توی پارک تفریحیه. یه روزم نشون بده زندگی خودت پر از هدفه. مثلا بگو امروز کلی کار باحال کردم ولی فردا قراره بهتر کنم. اینجوری نه تنها رابطت همیشه تازه میمونه، بلکه طرف مقابلت نمیتونه اون همه انرژی و جذابیت تو دل بکنه. پس یادتون باشه سرعت رابطه دست شماست. آروم و پیوسته، پر از خنده و هیجان پیش برید، مثل یک لاک پشت باحال. اینجوری رابطتون مثل یک ترن هوایی پر از حال خوب میمونه. دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید. تو کامنت ها بگید شما چه جوری پارتنرتون رو دلتنگ کنید. یه داستان بامزه از یه قرار خفن تعریف کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره که بازم از این ویدیوهای باحال بسازیم.